شیخ علی طنطاوی شیخ ازهر در همین جشن امام اعظم خدا رحمتش کنه اومده بود، همیشه شرکت داشت، دیدم دینش. در یک کتابش ذکر میکند، میگه یک روز مسجد جامع قاهره در اومده، میگه به خاطر نماز ادا کردن. حالی وقتی نماز شروع نشده است، یک آدم نماز خونده است، نماز نافله شاید تحیه میخوند، همین نماز خونی شدید، میگه در دلم شک غلطید در اون که آیا همین شخص طریقه نماز خوندن هم میدونسته باشه یا نه. بسیار به ترس میخونه، گاه کوشش میکنه رکوع کنه بخچه راست میکنه. همین شخصی نو شاگرده که نو شروع کرده است به همین شکل. بعد نماز وقتی که سلام داد، در پهلو ششتم سلام علیک کردیم پتیش و میگه سوالش کردم که برادر مسلمان هستی؟ گفت الحمدلله مسلمان نباشم در مسجد چیکار میکنم؟ گفتم آقای تو در سنی قریب رسیده ای، چطور تو مسلمان و مصری هستی؟ از نماز خونی دیده میشه که تو نماز یاد گرفته ای؟ گفت بله، روز دیم است نماز میخونم. گفتم چی سبب شد؟ گفت ما از خوردی در یک عائله اروپایی معاب تربیه یافتیم، یعنی پدر و مادر و اهل خانواده همه تربیه اروپایی دیده بودن، نماز نمیدونستن چیه. من خیال میکردم در تاجیکستان ما کسی نیست که اگر سوره ندونه، متاسفانه بودیم. خیلی تعلیم نگرفتی از کجا سوره را میدونی؟ از بس که میگه در عائله ما نام الله نمیگرفت کسی نماز نمیخوند، کسی ذکر نمیکرد، هیچی نمیدونستم. به همین شکل بزرگ شدیم. مکتب عالی را در اروپا خواندم. اومدم میگه در قوه‌های حربی مصر به حیث افسر کار میکنم و از دشندیسندی و اسکا همین نزدیکی قطعی میگه یک روز از چی میپریم، از چتر پراشوت، حضرت خدای تعالی پراشوت باز نشد، زپسکش هم میکشم، میگه زپسکش در دست میوید کنده شده باز نشد. اگه دیگه دست دیل همه کنده شده است. همین وقت بوری اول در حیات میگه کلمه الله در زبان اومد، یا الله استغیث بک، پروردگار رو به تو پناه میبرم. همیش سخنم میگه گفتم که همون زپسمای پراشوتی که چیزش کنده شده بود کشوده شد. اومدم در زمین زدم، خداوند حفظم کرد، پام اندک لط خوردم که الحمدلله سالم ماندم. به خود اندیشه کردم که آخه خاک در سرت روی چی در بالای هوا نگفته که یا وزیر مدافعه مدد؟ چرا نگفتی ای بوش مدد، ای پدر مدد، ای مادر مدد؟ شخصی که در حیات نام الله نگرفته است، در همون حالت مشکلی نام الله در زبان اومد میگه. حالی دیر نشده است بگه گفتم هیچ نمیدونم آخی. یک همسایه را پرسکو کردم دیروز، همه طریقه نماز خوندن رکوع سجده را برام تعلیم داد. انا میام مردم نگاه کرده و به ترس همه یک شخص از پیشم چخیله که نماز میخونه و انا مثل همون نماز خونده و چیزی که او شبر میکنه ما را ممکن شبر کرده نماز خونده استیم. بعد میگه خیستم و غشش کردم، از پیشوانش بوسه کردم که الحمدلله انا مسلمان شدی، مسلمان کامل شدی، کل شیء یرجع الی اصلی. انا باید برای ما و شما را همیشه عبرت باشه. میزنیم خدمت پایان، میزنیم بالا، وقتی که معین دقیق دونستیم که بریم به الله گو میشیم. اما الله در وقت سالمیت بگو، الله در وقت ثروتمندیت بگو،
الله در وقت بگو که کامل هستی، قوت داری، دنیا را دوست می‌داری، محبت به حیات داری، محبت به مال و ثروت داری، تا اینکه پروردگار در وقت تنگی و مشقت دستگیریت کنه. احفظ الله تجده تجاهک، معناش همین است. احفظ الله تجده تجاهک. انا میگم خدا را باید ما محافظت کنیم. وقتی محافظت کردیم، وقتی در قلبمون که بود باشه، انشاءالله در اون صورت از کسی خوفم نداریم، خطرم نداریم. این بعضی جوان مردان را میبینید شنان به تشویش میگردن. چرا؟ زیرا که میگه خدا داریم. من خدا دارم، چی پروا دارم؟ الله همراه من چی پروا دارم؟ وقتی که بیگه گاه همیشه ذکر در زبانت باشه، با ذکر لا اله الا الله مشغول باشی، پرتو نور حق میگه تمام وجود میگیره. این وجود خاکی تا وجود آسمانی میشوه دیگه. این بدن خاکی را فراموش میکنی. پیش چشم شهود تو مطلق، هیچ ناید بجز هویت حق. در این صورت به هر چیزی ببینی تجلی نوری خدا را میبینی. همه گم میشوه، همه نیست میشوه. برای همون لا اله اله همه را فرو برده است. بشنود گوش جانت از هر سو، لا هو فی الوجود الا هو. بعد در همی گوش جانت فقط همی صدا میاد لا هو فی الوجود الا هو. به خدا غیر خدا در ده جهان چیزی نیست. فهمیدی یک وحدتی وجود چی بوده است؟ بسیار مرکب است، نه که گمان میکنم همین مقدارش کافی است، زیرا ای موضوع دور میشیم. پس لا اله الا الله محمد رسول الله محوری هست که تمام موجودات خدای تعالی در اطرافش میچرخونه، همه در گرد لا اله الا الله چرخ میزنن. این ایخل مرتبه و این ایخل منزلت خدای تعالی برای لا اله الا الله داده است. کسی که اهل لا اله الا الله محمد رسول الله است، خداوند میگه بالای من حق داره. ببینه ما میگیم که هیچ کدر زیمه خدا حق نداره. البته این حق داره که یعنی که من او را دوستش میدارم، احترامش به جا میارم، به این معنی اومده است. اما کلمه حق در متن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده است. در صحیح بخاری اومده است حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه، صحابی بزرگ پیغمبر، میگوید كنت ردف رسول الله صلی الله علیه و سلم علی حمار یقال له عفیر. یک روز میگه از قفای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالای خر سوار شده بودم. حضرت خاکساریش هم ببینه، بسیاری وقت در مدینه منوره در خر سوار میشه. امروز ما در تیک سوار شدن به خود ننگ میدونیم. حضرت معاذ میگه که من از قفای پیغمبر میشیشتم، هر دو پهلو به پهلو، او از پیش بود من از قفا. نام خر میگه عفیر بود. از فرط محبت حتی نام خر پیغمبر از یاد میدونستن. برای ما و شما بیانش کردیم. اصحاب بزرگوار پیغمبر بسیار دوست میداشتن حضرت. حتی بار حضرت عبدالله ابن ابی رواحه با سردار قبیله خزرج، با سردار منافقای مدینه عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول ابله، که پیغمبر ملامت کرد، گفت یا محمد با خرت اومدی در پیش ما ایستادی، این خری بدبخت شاشه کرد، بوی میزه که خر همه را پر کرد، اخی ما دوخی زدگیم، مشک عنبر قطی خدمون شکیدگیم، عیش والا منغز کرد. حضرت عبدالله ابن ابی رواحه یک مشتی آبدار در دهنش زد، گفت پدرسک چی میگوی؟ قسم به خدا بوی پیشاب خری رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما از مشک عنبر بالاتره. حضرت میگه در قفا شیشته بودم، گفت یا معاذ هل تدری ما حق الله علی عباده و ما حق العباد علی الله؟ گفت ای معاذ
تو میدانی که خدای تعالی در ذمه بندگانش چی حق دارد و بنده ها در ذمه خدا چی حق دارند؟ حضرت معاذ میگه گفتم الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبر داناتر است. این عادت صحابه پیغمبر بود. یعنی سوالش میکنم میگه خدا و پیغمبر داناتر است. امروز بعضی برادرها سوال میکنن با جواب شخص چون میگن دوملای نمیخیل کارش دست من نمیخیل جوابش دادم چه خیلی میشه جوابش اوخی ای سرت مولا جوابش که گفتی با چی زنگ میزنی من انا میخیل جوابش دادم این نمیخیل چی میشیده باشم سر دیلت میشه دیگه چی میشه واقعا گفت الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبر داناتر است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود حق الله علی العباد ان یعبده ولا یشرک به شیئا. حق خدا در ذمه بندگان آن است که خدا را خالص عبادت کنند و در عبادت خدا کسی و چیزی را شریک نکنند، یعنی اهلی لا اله الا الله باشند، در چارچوبه لا اله الا الله قرار گرفته باشند. و حق العباد علی الله الله یعذب من لم یشرک به شیئا. و حق بندگان در ذمه خدا این است که کسی را که به خدا چیزی را شریک نکرده است عذاب نده، در دوزخ نپرتاید. اهل لا اله الا الله این خیلی قدر منزله دارن که حق دارن خداوند اهل لا اله الا الله و محمد رسول الله را به شرط صادق باشن در قولشو در گفتارشو در دوزخ نمی انداخته است. خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ملائکه خدا دوست می‌دارن اهل لا اله الا الله. فقیه ابی لیث سمرقندی در بستان العارفینش روایت میکنه، میگه 7 کلمه است که هر کسی که همه 7 کلمه را مکرر دائم ذکر کند او محب خدا و محب ملائکه است. خداوند شرافت او را اقرار میکنه، یعنی پیش خدا شریف است، پیش ملائکه مقرب خدا شریف است این شخص، با شرطی که همه 7 کلمه را مکرر دائم در موضعش استفاده ببره. اول قبل از آن که یک کار خیری را شروع کند بسم الله الرحمن الرحیم میگوید. کلمه اول بسم الله الرحمن الرحیم. دوم وقتی که همون کار خیر انجام داد الحمدلله میگه یا الحمدلله رب العالمین. سوم وقتی که نقشه میکشه که فردا یا پس فردا یا سال آینده یگان کاری را میکنم، البته که در خفاش انشاء الله میگه اگر خدا خواسته باشه، زیرا اگر نگه خاکش باد میشه. چهارم اگر به شرط مبادا از زبانش یگان سخن ناجای برومد، یگان گپی نامعقول برومد، یا سخن لغو گفت استغفر الله میگه فی الحال از قفاش. پنجم وقتی یک کاری مکروهی را دید، یک کاری ناجایزی را دید، یک حول ترسی را دید، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم میگه. ششم وقتی که مصیبت به سرش آمد یا به سر یک نفر همسایه و خویش اقرباش آمد یا یک نفر دوستش آمد کلمه استرجاع به زبان میراند انا لله و انا الیه راجعون. و هفتم که کامل کننده همه این شش است، همیشه شب و روز دائما لا اله الا الله محمد رسول الله ذکر میکنه. این شخص پیش خدا و پیش پیغمبر و پیش ملائکه های خدا محبوب است
و شخص شریف دانسته می شود. شریف یعنی عزیز، با آبرو، سید، آدم با عزت، با عظمت دانسته می شود به خاطر لا اله الا الله محمد رسول الله گفتنش.